سلام به همگی و خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم یه کار هیجان انگیز بکنیم. قفل دنیای سینمای مارول را باز کنیم. میدونید، همون دنیای عظیم پر از قهرمان و شرور و داستان‌های تو در تو. اگه تا حالا براتون سوال شده که خب از کجا باید شروع کنم، کدوم فیلم رو اول ببینم، جای درستی اومدید. پس بیایید شیرجه بزنیم توی این ماجرا. و این سوال 1,000,000 دلاریه، مگه نه؟ فیلم‌های مارول رو باید به چه ترتیبی دید؟ ببینید، دنیای سینمایی مارول یا همون MCU انقدر بزرگ و گسترده شده که دنبال کردن داستانش حتی برای طرفدارای قدیمی هم گاهی وقتا چالش برانگیزه. چه برسه به کسی که تازه میخواد شروع کنه. ولی اصلا نگران نباشید. ما اینجاییم که یه نقشه راه دقیق و درست و حسابی بهتون بدیم. خب اصولاً 2 تا راه اصلی جلوی پای شماست. یکی ترتیب اکرانه، یعنی دقیقاً همونطوری که فیلم‌ها یکی یکی توی سینما اکران شدن. راه دوم که به نظر من خیلی جذابتره، ترتیب زمانی یا همون داستانیه، یعنی وقایع رو همونطور که توی دنیای مارول اتفاق افتادن دنبال می‌کنیم. ما توی این برنامه قراره روی این روش دوم تمرکز کنیم، چون اینجوری شما به جای دیدن یه سری فیلم، یه داستان حماسی و یک پارچه رو از اول تا آخر تجربه می‌کنید. خیلی خب، پس بیایید سفرمون رو با فاز اول این دنیا، یعنی حماسه ابدیت شروع کنیم. ولی یه نکته جالب، برخلاف چیزی که شاید فکر کنید، ما با مرد آهنی شروع نمی کنیم. نه، ما برمیگردیم به نقطه شروع داستان، خیلی قبل از اینکه تونی استارک اصلا زره‌اش رو بسازه. ببینید، با این ترتیب زمانی داستان ما واقعاً توی تاریخ شروع میشه، نه توی سینما. ما یه راست میریم به دهه 40 میلادی، وسط جنگ جهانی دوم، و اونجا با کاپیتان آمریکا و اولین سنگ ابدیت یعنی تسورکت آشنا میشیم. بعد یه پرش بزرگ میزنیم به دهه 90 تا داستان فوق‌العاده کاپیتان مارول رو ببینیم و تازه بعد از همه اینهاست که شخصیت‌های کلیدی مثل بیوه سیاه وارد ماجرا میشن و همه چیز رو برای جمع شدن تیم افسانه‌ای انتقامجویان آماده میکنن. خب حالا شاید بپرسید این سنگ‌های ابدیت دقیقاً چی هستن؟ در واقع اینا نخ تسبیح کل این حماسه اولن. فکر کنید 6 تا جواهر کیهانی با قدرت باور نکردنی وجود داره که هر کدوم یکی از جنبه‌های اصلی جهان مثل فضا، زمان، ذهن رو کنترل میکنن. و خب یه شخصیت شرور به اسم تانوس دنبال همه ایناست. توی فیلم‌های اولیه ما با 2 تاشون، سنگ فضا و سنگ ذهن، آشنا میشیم که اتفاقاً نقش خیلی مهمی هم توی تشکیل شدن تیم انتقامجویان دارن. خب حالا که تیم دور هم جمع شده، داستان به کجا میره؟ اینجا جاییه که همه چیز جالب‌تر هم میشه، چون دنیای مارول همزمان توی 2 جهت کاملا مخالف کشیده میشه. از یه طرف با شخصیت‌ها و دنیاهای جدید بزرگ و بزرگتر میشه و از طرف دیگه از درون شروع به ترک خوردن و پاشیده شدن میکنه. دقیقاً همین تضاده که این بخش از داستان رو فوق‌العاده جذاب میکنه. فکرشو بکنید، از یک طرف ما با نگهبانان کهکشان به دورترین نقاط فضا سفر میکنیم و با دکتر استرنج وارد دنیاهای جادویی و عجیب و غریب میشیم، اما همزمان روی زمین همون خانواده انتقامجویان که به سختی شکل گرفته بود داره از هم میپاشه. فیلم‌هایی مثل عصر اولتران و مخصوصاً جنگ داخلی شکاف‌های خیلی عمیقی بین قهرمان‌های اصلی ما ایجاد می‌کنن و اونها رو روبروی هم قرار میدن. و درست وسط همین شلوغی هاست که کلی چهره جدید و مهم وارد صفحه شطرنج میشن. شخصیت‌هایی که هر کدوم دنیای خودشون رو دارن. از عظمت و شکوه سلطنتی پلنگ سیاه توی واکاندا بگیرید تا قهرمان دوست داشتنی محله یعنی مرد عنکبوتی. هر کدوم از اینها، از مرد مورچه‌ای تا دکتر استرنج، یک قطعه حیاتی از پازل بزرگ نبرد نهایی هستند. و حالا میرسیم به نقطه اوج، جایی که همه این داستانا، همه این شخصیت‌ها بهش ختم میشن. اولین فصل بزرگ دنیای سینمایی مارول که بیشتر از 10 سال و در طول کلی فیلم ساخته شده، داره به پایان حماسی و باور نکردنی خودش میرسه. 22 فیلم. یه لحظه به این عدد فکر کنید. تمام این سفر، تمام این ماجراها، همه داشتن به سمت یک رویداد واحد، یک نقطه عطف تکان دهنده حرکت می‌کردن. این جمله واقعاً عمق ماجرا رو نشون میده، مگه نه؟ سرنوشت نهایی قهرمانان و شخصیت‌های شرور پس از 10 سال حضور روی پرده رقم می‌خوره. 2 فیلم جنگ ابدیت و پایان بازی دقیقاً همین هستن. اینها پاداش نهایی تماشای داستان به ترتیب زمانیه. جایی که بالاخره میفهمیم سرنوشت تک تک شخصیت‌هایی که باشون زندگی کردیم چی میشه.
به طور خلاصه توی این دو فیلم پایانی تمام قهرمان‌هایی که در طول این سالها شناختیم، از انتقامجویان گرفته تا نگهبانان کهکشان، بالاخره متحد میشن تا جلوی تانوس بایستن، همون کسی که میخواد تمام سنگ‌های ابدیت رو جمع کنه. اینجا نقطه‌ایه که تمام خطوط داستانی، تمام شخصیت‌ها و تمام قدرت‌ها به هم میرسن تا بزرگترین نبرد تاریخ این جهان را رقم بزنن. اما دقیقاً همون لحظه‌ای که فکر می‌کنیم خب داستان تموم شد و به آخرش رسیدیم، مارول یه کار غیرمنتظره می‌کنه. انگار که یک کتاب خیلی قطور رو می‌بنده و یک کتاب کاملاً جدید با قوانینی کاملاً متفاوت باز می‌کنه. پایان حماسه ابدیت در واقع فقط یه دروازه بود برای ورود به فصل بعدی، یعنی حماسه چند جهانی. توی این فصل جدید قوانین بازی به کل عوض شده. دیگه خبری از سنگ‌های ابدیت نیست. حالا ما با یه مفهوم خیلی پیچیده‌تر و شاید حتی خطرناکتر روبرو هستیم. چند جهانی یا مولتیورس. فیلم‌ها اول به عواقب اتفاقات پایان بازی می‌پردازن، اما بعدش در رو به روی این ایده دیوانه کننده باز می‌کنن که دنیای ما فقط یکی از بی‌نهایت دنیاهای ممکنه. و این یعنی چی؟ یعنی تهدیدهای جدید میتونن از هر جایی، از هر واقعیتی از راه برسن. خب با همه اینها ممکنه از خودتون بپرسید که اصلا چرا این همه دردسر؟ چرا این ترتیب زمانی اینقدر مهمه؟ چرا پروستو نریم فیلم‌ها رو همونجوری که اکران شدن ببینیم؟ جواب اینجاست چون با این ترتیب شما دیگه فقط یه سری فیلم ابر قهرمانی نمی‌بینید. شما دارید یک داستان بزرگ، یک حماسه پیوسته رو تجربه می‌کنید. شما سفر شخصیتی مثل تونی استارک رو از یه میلیاردر خودخواه تا قهرمانی که حاضر جونش رو فدا کنه، قدم به قدم و بدون پرش زمانی دنبال می‌کنید. و دقیقاً به همین دلیله که وقتی به فیلمی مثل پایان بازی میرسید، هر دیالوگ، هر نگاه، هر فداکاری بار احساسی 100 برابر بیشتری براتون داره. این به نظر من بهترین راه برای غرق شدن توی این جهانه. و این ما رو به یه سوال بزرگ برای آینده میرسونه. حالا که درهای چند جهانی کاملا باز شده، آیا این خط زمانی واحدی که ما با هم بررسی کردیم همچنان تنها مسیر اصلی باقی میمونه، یا این تازه اول راهه و قرار شاهد بی‌نهایت داستان از بی‌نهایت دنیای موازی باشیم؟ آینده دنیای سینمای مارول به معنای واقعی کلمه بی حد و مرزه.